پروفسور خسته نباشین. خب عزیزان، ما خدا رو شکر که توی یه موقعیت ضبط برنامه بودیم، ولی من از جناب پروفسور خواستم که به ما یه توضیحی بدن در رابطه با اینکه چقدر سیارات اطراف زمین، ستاره هایی که صورت فلکی هایی که سیاره زمین تحت اون سلطه اونها داره مسیر خودش رو توی اون زودیاک میره جلو، چقدر این اتفاق کهکشانی رو زندگی و سرنوشت انسان تو سیاره زمین تاثیر داره. جناب پروفسور شکر وجود داره. خیلی خیلی متشکرم. ببینید، اجازه بدید من با بیانی از کارل گوستاو یونگ روانشناس برجسته سوئیسی این سخن را آغاز بکنم و جواب شما رو بدم که ایشون میگه هر کسی در یه محلی به دنیا میاد و در یه فصلی و در یک زمانی، اون مکان، اون زمان و اون فصل در روی بچه که به دنیا میاد تأثیر میگذاره. یعنی تحت سلطه چه صورت فلکی بوده؟ نه، اون به جای خودش، اون رو باید بذارید حالا بعد. بحث بر سر این است که یه بچه‌ای در آفریقا به دنیا میاد، یه بچه‌ای در سوئد به دنیا میاد. آب و هوای سوئد را اون بچه موجب بشه که اون سیاه‌پوست نشه. بچه‌ای که در آفریقا به دنیا میاد، آفتاب و محیط درش تاثیر میذاره، میشه سیاه‌پوست. این تاثیر محیط روی افراد که خیلی خیلی روشنه. اون روی فیزیکشه. حالا بحث ما سر بود متافیزیک. بله، متافیزیکیش خدمتتون عرض کنم که این است که سیارات منظومه شمسی بحث بر سر این است که موقع که بچه که به دنیا میاد، این انرژی سیارات به خصوص گاهی که اینا در قران هستن روی مغز بچه مثل یه مهر پانچ میزنه، تأثیر داره. اون تأثیر، اون حرکت انرژی ها، ترکیب انرژی ها، ترکیب بندی این هیئت یا سیارات ممکنه روی استعداد و سرنوشت طفل تأثیر داشته باشه. این امروز ثابت شده که بسیاری از دانشمندان رفتن تحقیق کردن. برای مثال یک از علمیه که بله، که یکی از اخترشناسان فرانسوی رفته 25,000 پزشک و 25,000 نظامی رو بررسی کرده، دیده اکثر نظامیان خدمت فرض کنم که توی حالا تابستون به دنیا اومدن و پزشکان توی پاییز. حالا درست یادم نیست یا برعکس باید نگاه کنم، ولی مقصود این است که گروهی از این اشخاص با دارای مشاغل هستن توی فصل خاصی به دنیا میاد. این نشون میده که انرژی کیهانی، انرژی کهکشانی و سیارات تاثیر میگذارن. جناب پروفسور، من یادمه که ما یه بار با هم صحبت می‌کردیم، شما اشاره به تاریخ تولد پیکاسو کردید و یا اشاره به تاریخ تولد تسلا کردید که گفتید احتمالاً مثلا اون شب‌هایی که این تولد اینها بوده، همترازی‌های بزرگ آسمانی یا مثلا پورتال‌های باز بوده، تقارن‌های بزرگی بوده. میتونه اینا باشه. مثلا در مورد تسلا اینو میگن، بله، و حتی مثلا میگن لئوناردو داوینچی وقتی به دنیا میاد تحت حاکمیت زحل بوده. آره، اینا همه هست، ولی دقیق لحاظ علمی بخوایم بحث کنیم باز هم جای بحث هست، ولی قابل رد کردن نیست. بسیار عالی. مرسی که وقت گذاشتید عزیزان. این ویدیو کاملا وسط کار بدون اینکه طراحی از قبل داشته باشه ضبط شد و مطمئنا که یه پیغام بزرگی داخلش برای این آپدیت هوش جمعی هست. شما پروفسور شکر. خیلی خیلی متشکرم آقای عطایی عزیز. ممنونم. سلامت موفق باشید. هم با بالاترین ارتعاش ممکن. خیلی خیلی ممنونم. مرسی. متشکرم.